های بریج، گرند ویا، سونی پیکچرز، نامآوران عرصه فیلم سازی جهان با سریال دیگری با شما میعاد دارند در قله‌های عاطفه و احساس. تولدت مبارک عزیزم. زندگی این مرد مبهوت کننده است. پیر شدن چه حسی داره؟ نام والتر وایت در خاطره ها میماند. شیمی علم تغییرات، اول رشد، بعد تنزل. یک دانشمند بزرگ از استادی تا فقر و کارگری چگونه تاب می‌آورد. ما دوست داریم بچه‌ها، به افتخار والت. در نیکی یگانه است والتر وایت، بیمار اما سخت کوش و در جدال با مرگ. متوجه شدی چی بهت گفتم؟ بله، سرطان ریه غیر قابل درمان. اما آیا به راستی آتش عمرش رو به خاموشی می رود؟ اخبار روز جرقه‌ای در ذهنش روشن می‌کند. چقدر؟ حدود $700,000. بهش میگم پول آسون. مردی که همیشه به درستی و راستی اندیشیده بدی را انتخاب می‌کند. میتونی از نزدیک همیشه رو ببینی. مردی خوب که بر سریر بد تکیه می‌زند. فکر کنم من و تو بتونیم شریک بشیم. تو فروششو بلدی، منم شیمی. مردی خوب که بر سریر بد تکیه تو می‌زند. میخوای پخت و پز کنی؟ پخت و پز یه هنره. همش شیمی استاده است. یعنی آدم سربراهی مثل تو یهو میخواد بد شه؟ چرا این کارو میکنی؟ من بیدارم. اما رؤیای ثروت به حقیقت خواهد پیوست. اگه قراره یه چیزای راجع من بفهمی، فقط میخوام بدونی که هر چقدرم بد به نظر برسم، فقط تویی که تو قدر من هستی. بدو آقای وایت، بدو! یکم به زندگیت هیجان بده. سریالی که صدها میلیون در سراسر جهان تشنه دیدار حوادثش شدند. یه روزی شاید